میدونستی قبل از اینکه پول وارد زندگیت بشه، جهان برات نشانه‌هایی میفرسته که اگه بفهمیشون دیگه هیچ وقت از بابت آیندت نگران نمیشی؟ شاید الان فکر کنی همه چیز داره بد پیش میره. مسیرها عوض میشن و حتی ممکنه احساس تنهایی کنی. اما حقیقت اینها نشانه شکست نیست، نشانه قدرته. جهان داره فضاهای خالی رو باز میکنه تا ثروت واقعی بتونه وارد زندگیت بشه. با من بمون تا بهت بگم چرا وقتی همه چیز در حال فروپاشیه، ثروت از همیشه بهت نزدیکتره. تا حالا شده بی‌دلیل حس کنی یک تغییر بزرگ در راهه؟ یک جور بیقراری مثبت، یک میل شدید به پیشرفت، یا حسی که میگه یه اتفاقی داره میفته؟ خیلیا این حس رو با اضطراب اشتباه میگیرن، اما این اولین نشونه اتصال تو به فرکانس ثروته. یادت باشه وقتی فرکانس درونی تو عوض میشه، دنیای بیرون هنوز ساکن به نظر میرسه. دقیقاً همین جاست که اکثر آدم‌ها ناامید میشن و جا میزنن. اما راز بزرگ اینه، اول ارتعاش عوض میشه، بعد واقعیت. اگر حس میکنی نیرویی از درون داره تو رو به جلو هل میده، یعنی سطح آگاهیت بالا رفته و دنیای فیزیکی چاره‌ای نداره جز اینکه خودش رو با تو هماهنگ کنه. وقتی درونت جابجا میشه، یعنی زندگیت از ریشه در حال تغییره، حتی اگه هنوز چیزی با چشم نمیبینی. نشانه دوم سخت‌ترین و عجیب‌ترین بخش ماجراست. شروع چالش‌ها و تضادها. میدونی چرا؟ چون جهان قبل از اینکه پاداش بزرگی بهت بده، باید مطمئن بشه که ظرفیتش رو داری. باب پراکتور میگفت وقتی قرار سطح جدیدی از ثروت رو تجربه کنی، جهان اول تو رو امتحان میکنه. این آزمایش‌ها معمولاً با از دست دادن شروع میشن. ممکنه پروژه‌ای کنسل بشه، شغلی از دست بره یا رابطه‌ای تموم بشه. خیلی‌ها اینجا فکر میکنن بدشانسی آوردن، اما حقیقت اینه که این یک پاکسازی انرژی است. قدیمی‌ها دارن میرن تا برای جدیدها جا باز بشه. اگر بتونی این موج رو تحمل کنی، یعنی رسماً وارد قلمرو ثروت شدی. یادت باشه وقتی همه چیز برعکس به نظر میرسه، یعنی در واقع داره درست میشه. نشانه سوم یک بیداری ناگهانی است. آتش سیری‌ناپذیر برای رشد. یک روز از خواب بیدار میشوی و میبینی دیگر آن آدم سابق نیستی. ناگهان سلیقه‌ات عوض میشود. به جای وقت گذرانی‌های بیهوده، تشنه یادگیری، مطالعه و معاشرت با آدم‌های موفق میشوی. این یک اتفاق ساده نیست. این یعنی ضمیر ناخودآگاهت در حال کدنویسی مجدد است. وقتی ناخودآگاه تو با فرکانس ثروت هماهنگ شود، پول دیگر یک هدف دور از دسترس نیست، بلکه نتیجه طبیعی شخصیت جدید توست. وقتی درونت ثروتمند شود، جهان چاره‌ای ندارد جز اینکه ثروت را از مسیرهای مختلف به سمتت سرازیر کند. چهارمین نشانه شروع تغییر در اطرافیان توست. ممکنه ببینی صمیمی‌ترین دوستات ازت فاصله میگیرن یا دیگه هیچ حرف مشترکی باهاشون نداری. نترس، این یعنی تو داری ارتقا پیدا میکنی. وقتی فرکانس تو بالا میره، کسانی که در فرکانس پایین‌تر هستن خود به خود از مدار زندگیت حذف میشن، چون دیگه با انرژی جدیدت همخوانی ندارن. این ریزش یکی از واضح‌ترین نشانه‌های نزدیک شدن به ثروته. جهان داره اطرافت رو خلوت میکنه تا فضا برای ورود آدم‌هایی باز بشه که پله صعود تو هستن، نه وزنه پات. نشانه پنجم جادوی همزمانی هاست. وقتی مدام اعداد تکراری می‌بینی، آدم‌های درست دقیقاً در لحظه نیاز سر راهت قرار می‌گیرن یا اتفاقاتی میفته که انگار از قبل طراحی شدن، مکث کن. اینها تصادف نیستن. اینها تأییدیه جهان هستن که داری با مدار ثروت هم فرکانس میشی.
وقتی با هستی هماهنگ بشی، تمام دنیا برای پیشرفت تو دست به یکی میکنن. در این مرحله چطوری و چگونه‌اش با تو نیست. وظیفه تو فقط یک چیزه: اعتماد کردن. وقتی نشانه ها ظاهر میشن، یعنی مسیر داره زیر پات ساخته میشه، حتی اگه هنوز مقصد رو با چشم نبینی. و اما ششمین و قدرتمندترین نشانه: شکرگزاری پیش از وقوع. زمانی که در دنیای بیرون هنوز خبری نیست، اما درونت لبخند میزند، وقتی آرامشی داری که بقیه درکش نمی کنند و قلبت میگوید من در مسیر درستم، این حس بزرگترین مغناطیس جهان برای جذب پول، موقعیت و آدمهای تراز اول است. یادت باشد، فرکانس قدردانی زبان مشترک تو و ثروت است. وقتی برای نداشته‌هایت طوری شکرگزاری می‌کنی که انگار همین حالا در دستان توست، جهان فقط یک پاسخ برای تو دارد: بیشتر بهت می‌دهم. اینجاست که معجزه از راه می‌رسد. و اما مورد آخر، یک نشانه عجیب ولی به شدت واقعی: انزجار از نسخه قدیمی خودت. آن لحظه‌ای که از خواب بیدار می‌شوی و با تمام وجود می‌گویی دیگر نمی‌خواهم به سبک سابق زندگی کنم. این دقیقاً لحظه تولد نسخه ثروتمند توست. باب پراکتور می‌گفت وقتی ذهنت تصمیم می‌گیرد دیگر آن آدم قبلی نباشد، تمام جهان تغییر می‌کند. این خستگی نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه این است که روح تو برای ظرفیت‌های بزرگتر آماده شده. وقتی از گذشته دست می‌کشی، ثروت حرکتش را به سمت تو شروع می‌کند. تو دیگر آن آدم سابق نیستی، پس دنیای تو هم دیگر مثل قبل نخواهد بود. حالا شاید با خودت بگویی من این نشانه‌ها را دارم، پس چرا هنوز خبری از پول نیست؟ دقیقاً همین جاست که 90% آدم‌ها جا می‌زنند، چون قانون جهان را فراموش کردند. باب پراکتور می‌گفت وقتی بذری را می‌کاری، زمین بلافاصله به تو محصول نمی‌دهد، اما بذر در سکوت خاک در حال رشد است. ظهور نشانه‌ها یعنی بذر ثروت تو کاشته شده. حالا نوبت توست که با باور و صبر از آن مراقبت کنی. یک راز بزرگ را آویزه گوشت کن: ثروت به دنبال احساس تو می آید، نه لزوماً تلاش تو. اگر سخت کار می کنی اما درونت هنوز بوی فقر و کمبود می دهد، فرکانس تو تغییری نکرده است. اما اگر قبل از رسیدن پول احساس فراوانی کنی، یعنی در مدار ثروت قرار گرفته ای. یادت باشد، اول باید ثروتمند بشی تا بعد ثروت رو ببینی. یک ذهن ثروتمند قبل از اینکه پولی لمس کند خودش را ثروتمند می‌بیند. بزرگترین نشانه همین است: احساس بیدلیل خوب. از یک جایی به بعد بیدلیل لبخند میزنی و آرامشی داری که میگوید همه چیز درست میشود. این یعنی تو به منبع فراوانی وصل شده ای. اما جادوی واقعی اینجا شروع می شود. وقتی ارتعاشت بالا می رود، موقعیت ها از راه می رسند. اما اولش نه به صورت یک فرصت بزرگ. در ابتدا به شکل یک مکالمه ساده، یک دیدار تصادفی یا حتی همین ویدیویی که الان داری می‌بینی ظاهر می‌شوند. خدا و جهان از طریق رویدادهای معمولی با تو حرف می‌زنند. پس چشمهایت را باز کن و با تمام وجود گوش بده. هر اتفاق کوچکی می‌تواند همان فرصت طلایی باشد که قرار است تمام زندگیت را زیر و رو کند. فرصت‌ها شبیه فرصت نیستند، آنها شبیه یک نشانه می‌آیند. در این مسیر احتمالاً یک حس عجیب دیگر را هم تجربه می‌کنی: سرد شدن نسبت به گذشته. نه از سر خستگی، بلکه به این خاطر که سرگرمی‌های سطحی و حرف‌های پوچ دیگر برایت جذاب نیستند. آدم‌هایی که فقط شکایت می‌کنند خود به خود از دایره تو حذف می‌شوند، چون فرکانس تو دیگر جای نالیدن نیست. باب پراکتور یک جمله طلایی داشت: وقتی چیزی را از دست می‌دهی وحشت نکن، چون چیز بهتری در راه است.
جهان هرگز اجازه نمی‌دهد خلأ باقی بماند. قبل از اینکه پول وارد زندگیت شود، ذهنت باید از افکار کمبود پاکسازی شود. یادت باشد، پول هر چقدر هم زیاد باشد، در ذهنی که بوی فقر می‌دهد نمی‌ماند. پول فقط نزد کسی می‌ماند که از درون احساس شایستگی کند. تو زمانی ثروتمند می‌شوی که حس ارزشمندی را در قلبت بسازی، نه در کیف پولت. میدانی نشانه بعدی چیست؟ شروع الهامات ناگهانیه. یک ایده، یک تصمیم آنی یا ندایی درونی که میگوید الان وقتشه. اینها درهای باز ذهن الهامی تو هستند. وقتی در حالت پذیرش باشی، ایده هایی به سراغت می آیند که ارزششان میلیاردها تومان است. اما یادت باشد، شک و ترس این ایده ها را فراری می دهند. وقتی الهامی دریافت می کنی، حتی اگر کوچک است، آن را بنویس و باورش کن، حتی اگر چگونه اش را نمی دانی. جهان فقط به کسانی پاداش می دهد که به شهودشان اعتماد می کنند. آن وقت است که می بینی چیزی که سالها برایش دعا می کردی خیلی طبیعی و آرام در جریان زندگیت ظاهر می شود، بدون استرس، بدون عجله. آنجاست که میفهمی تمام آن شب‌های سخت و لحظه‌های تنهایی فقط مقدمه چینی جهان بوده‌اند. در آن لحظه تو دیگر به دنبال ثروت نمی‌گردی، چون خودت به منبع ثروت تبدیل شده ای. ثروتمند واقعی کسی نیست که فقط پول دارد، کسی است که یاد گرفته ارتعاشش را با فرکانس پول یکی کند. حالا میخواهم یک رازی را به تو بگویم که با پراکتور همیشه تکرار میکرد، اما بیشتر مردم ساده از کنارش میگذشتند. تو باید ثروتمند شوی، نه فقط برای خودت، بلکه برای خدمتی که میتوانی به جهان بکنی. ثروت ابزاری است برای تأثیرگذاری. وقتی ثروتمند میشوی، خودت به یک الهام تبدیل میشوی و نوری میشوی در مسیر دیگران تا به آنها نشان دهی که رسیدن ممکن است. شاید بپرسی چطور این روند را سریع‌تر کنم؟ یادت باشد هیچ چیز تصادفی نیست. تو وقتی آماده شوی، اتفاقات رخ می‌دهند و آمادگی یعنی یکی شدن با فرکانس مقصد. ثروت چیزی نیست که در دنیای بیرون به دنبالش بدوی. ثروت یک حالت درونی است که باید در خودت بسازی. وقتی لبریز از احساس فراوانی، شکرگزاری و اطمینان باشی، پول دیگر یک هدف نیست، بلکه فقط بازتابی از دنیای زیبای درون توست. پول می آید تا به فرکانس تو پاسخ بدهد. پس همین حالا اولین قدم را بردار. هر روز دقایقی با خودت خلوت کن. چشمهایت را ببند و طوری تصور کن که انگار همه چیز دقیقاً همانطور است که می‌خواهی. نه از روی نیاز، بلکه از روی باور. طوری حس کن که انگار فراوانی همین حالا در زندگیت جاری است، نه اینکه قرار است در آینده بیاید. راز بزرگ اینجاست. تو چیزی را که می‌خواهی جذب نمی‌کنی. تو چیزی را جذب می‌کنی که هستی. پس باید به نسخه‌ای تبدیل شوی که ثروت در آن یک جریان طبیعی و راحت است. حرف زدن از کمبود یا مقایسه با دیگران فقط فرکانس تو را به زمین می‌چسباند. به جای آن برای کوچکترین چیزها شکرگزار باش. از عطر یک فنجان قهوه تا سقفی که بالای سرت داری. شاید ساده به نظر برسد، اما همین تمرینات کوچک است که ناخودآگاهت را دوباره برنامه ریزی می کند تا ثروت بیشتر را ببیند و آغوشش را برای جذب آن باز کند. اما یک شرط حیاتی وجود دارد. نشانه‌های ثروت زمانی به واقعیت تبدیل می شوند که احساس درونی تو ثابت بماند. ثبات در احساس بزرگترین راز باب پراکتور بود. او می گفت اگر فرکانستان را ثابت نگه دارید، جهان چاره‌ای جز مطابقت با شما ندارد. نباید یک روز پر از انرژی باشی و فردا در چاه ناامیدی بیفتی. وقتی در این مدار بمانی، معجزه‌ها یکی یکی از راه می‌رسند.
شاید با یک پروژه کوچک شروع شود یا یک همکاری ساده که ناگهان به فرصتی طلایی تبدیل می شود. پول از جایی وارد زندگیت می شود که حتی تصورش را هم نمی کردی. و درست در آن لحظه با تمام وجود درک می کنی که این قوانین واقعاً کار می کنند. از آنجا به بعد دیگر مسیری وجود ندارد که برای تو بنبست باشد. تو دیگر راه باز کردن درهای ثروت را یاد گرفته ای. خیلی مهمه که اینو بدونی. وقتی ثروت شروع به حرکت کرد، نباید بترسی. خیلی ها درست در یک قدمی پیروزی عقب نشینی می کنند، چون در ناخودآگاهشان هنوز باور نکرده اند که لایق این همه دارایی هستند. به خاطر بسپار، پول از ذهنی که خودش را بی ارزش بداند فرار می کند. تو لایق ثروتی، نه چون کاملی، بلکه چون در مسیر رشدی. ثروت پاداش کمال نیست، پاداش حرکت است. پاداش کسی است که حتی وقتی بیرون خبری نبود، از درون تسلیم نشد. هر روز صبح مقابل آینه به خودت بگو: من در مدار فراوانی هستم و پول، عشق و فرصتها به سادگی به زندگی من سرازیر می شوند. شاید در ابتدا فقط کلمه باشد، اما آرام آرام داری خودت را از نو می سازی. وقتی ذهن تو به یقین برسد، جهان راهی جز تسلیم شدن در برابر تو ندارد. در آخر، این حقیقت را همیشه به یاد داشته باش. نشانه‌های قبل از ثروت تشویق جهان برای توست. جهان دارد با تو حرف میزند و میگوید. در آخر، این حقیقت را همیشه به یاد داشته باش. نشانه‌های قبل از ثروت تشویق جهان برای توست. جهان دارد با تو حرف میزند و میگوید ادامه بده، مسیرت درست است. شاید هنوز حسابت خالی باشد، اما ارتعاش تو همین حالا دارد دنیای فیزیکیت را جابجا می کند و این تغییر دیر یا زود خودش را نشان خواهد داد. اگر همین حالا داری این ویدئو را می بینی، بدان که هیچ اتفاقی نیست. بخشی از وجود تو آماده یک جهش بزرگ شده است. آماده برای ارتقا، درخشش و پذیرش تمام عیار فراوانی. فقط کافی است در همین لحظه تصمیم بگیری که از درون خودت را ثروتمند ببینی. شک نکن که همین یک احساس تمام واقعیت زندگیت را دگرگون می کند. تو آماده ای؟ پس شروع کن. اگر حس کردی این حرفها با قلبت یکی بود، اگر جرقه‌ای درونت روشن شد، ازت میخوام این مسیر آگاهی رو با من ادامه بدی. همین حالا ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. چون ما با هم وارد سفری شدیم که مقصدش فقط ثروت مالی نیست، بلکه رسیدن به اوج آرامش، عشق و آگاهی نابه. یادت نره، با پراکتور همیشه میگفت اگه بتونی در ذهنت تصورش کنی، حتما میتونی در دستانت لمسش کنی. و تو همین حالا با همین باوری که پیدا کردی در حال خلق کردنش هستی. پس از همین لحظه با یک لبخند عمیق زیر همین پست کامنت کن: من آماده‌ام برای ثروت، تا ارتعاشت رو همین حالا ثبت کنی. در این سفر هم مسیرت هستم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیوی بعدی، در عشق و نور.